چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. نشاید گفتن آن کس را دلی هست، نشاید گفتن آن کس را دلی هست که ندهد بر چنین صورت دل از دست. به دل گفتم ز چشمانش بپرهیز، به دل گفتم ز چشمانش بپرهیز که هوشیاران نیامیزند با مست. نه آزاد از برش بر میتوان خواست، نه با او میتوان آسوده بنشست. خیالش در نظر چون آیدم خواب،
خیالش در نظر چون آیدم خواب، نشاید در به روی دوستان بست.
خیالش در نظر چون آیدم خواب، نشاید در به روی دوستان بست. به آخر دوستی نتوان بریدن، به اول خود نمی بایست پیوست. دلی از دست بیرون رفته سعدی، دلی از دست بیرون رفته سعدی، نیاید باز تیره رفته از شست. بس که جان بر آتش غم سوختی، در حرم رفتیم در حرم رفتیم محرم سوختی. چون برآوردیم با عشقش دمی، دم فرو بستیم همدم سوختیم.
آتشش غش و در ما در گره هر دو عالم را به یک دم سوختی یا یک دم سوختی مونده بود از غارت عشقش دلی مونده بود از غارت عشقش دلی برق دیگر جستا آن هم سوختیم سال دیگر
آتش غم سوختی، سال دیگر ز آتش غم سوختی. مانده بود از غارت عشقش دلی، مانده بود از غارت عشقش دلی، برق دیگر جست و آن هم سوختی. بارها با آتش غم ساختی، بار دیگر ز آتش غم سوختی. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن که به سم رسید برنامه شماره 55 برگ سبز بود
که با همکاری خانم روشنک و آقایان حبیب الله بدیعی، گلپایگانی تنظیم یافته. غزل از مولانا.